و آقای خواهرمون بگید که به زبان بلوچی یک سری صحبت‌هایی در رابطه با کنار گذاشتن اسلحه سپاه داشته باشند و برادرکشی رو رها بکنن. لطفاً این صحبت‌ها به زبان بلوچی بشه. ناصر، من فکر کنیم هم تا هم نگوار خانم بختیار یه چون دقیقه همین موضوع سرا مشما بلوچی گپ کنه و برین بوتی جنده زبان مادری سرا که مشما افتخاره و یه توصیه که یه مشما براس کرده یا مشما بهار کرده هر کسی پیامبر داده بر اساس همایی خبر مشما یه 10 دقیقه باقی مانده برنامه پیش بره. همین توصیه و همین گرین تا شما اگر خبری دارید در حد 3 دقیقه شما بردید 3-4 دقیقه هم نگوار زیور چون به ای وقت گشترین تو کمتر خبری داد. در خدمت شما. سلامت وید واسطی مهربانی. باز هم تشکر کنم چه مردم ها که خواستی باشته و این مشمه مهمترین مسئله این چی که بلوچ ها ما کشیده و شی نه بیرگرگ واسطه نه شی که ما را پنبنزین سر جنگی یا یک دیگه سوختبری دیگه گپی سر یا دیگه مقام و دولتی چیزی هستیم و همین دو گوشک گوشتگتی چه دولتی که ما شما را کلم ندا، کاغذ ندا، مدرسه نداته، تفنگ داته، ما شما بدانشی میشه دشمنه. ایشی شرین چیزی نه. دولت مسئلهشی نه که ما شما را مسلح بکنیم. دولت مسئلهشی که کلم و کاغذ و مدرسه و بیمارستان بداته. همین دوا که یکی گوشت که پولان تو که بیمارستان بنده. تو اشکنه بلوچ بیچاره بعد یک مریض بیتن چه جاس کو مینا به مردم بیتن انبرآباد مردم بیتن تا دیگه جاگای مردم بیتن باید برو یزدا کرمانا بیمارستانی برسید تا بوده برسی هم بری بیچارگان برن مریضان بوده برسن زهرش هم نیست. حالا به هر حال ممکنه خیری جایی وانگو کمکی کنتی برگشتر مردم واقعا مشکلاتش بازه. بدانید که پس چیه پدماشو بیان یک دیگه را بکشین، کارانی بکنید که اگرچه درآمدش کمه ولی دائمی ببنده، نه کارانی بکنید که حکومت مشارکشی بره کاشاک بزورید. کاشاک چیه که ترا باید سلاح دست آبید، توخبری چیه که تبا تو جانا مایه بیله. ادایی کاران مکنید و همین بشک بود که ماشا بلوچان اگر هیچ داویان یعنی باید کوشش بکنید که مردم یک دیگر را مکشید. هیچ انسانی نباید بکشین ولی بخصوص بلوچان ها هر روز تو گشت کنه که مثلا پلان جا بلوچ مردمان گو یک دیگر جنگ کته یا پلان مردم گو یک دیگر صلحش کته. هرچی همچه چیزی بیتن تا کدی ماشما یک دیگر کشن. ماشما هر کسی کشن یک دیگر یک بواری جنوزان بیتن یا یک ماتی بی چوک بیتن یا چوکی بی پیت بیتن یا تین بیتن. درو بازگ مردم ماشما باید یک دیگر بازگ فکر بکنه. ماشما یک دیگر براته ماشما گندگی که ماشما ایشان لوتا ماشما یک دیگر بکشن ماشما سرزمین رو برن ماشما گلایت یا پمپ بنزین دیانته یا مثلا گوشی من تفنگ دیدم یا نامی تر دیدم بل ماشوا یک دیگه بکشین ماشوا تی زمین نبرین. دزمن توتوای یک کمی به اصطلاحی هست تا آفریقا جنوبی که جازه نوبلی هم ورتاگت و یک چه کلیسای مردمان بوده که کشیشیت باشی بعدی اروپایی هستن دیگه اسپیتا تا آفریقا جنوبی همین کار کنه. همین چیزی که مثلا ماشوا بلوچان مثلا آینش ورتا خاصی منطقه 95% زمینش گرفته که شاورزی درو چیزش گرفتن تا صنعتی درو چیزش تن دستا گرفتن. مشایعت مارش کتاب داد ما کتاب زورد منظوری کتاب بایبل تورات و انجیل ما که چند بایتی پچ کتن دیتن کتاب ما رو بریم بر مزمین آیان برده ماشوار آیان کانت ماشو بلوچان خوب علاوت مسلمانه و کتابی هست بر خوب کانه ماشوار اتفنگی دینته تفنگ ماشوار دستا کنه تیراندازی کنه گو یک دیگر را تیرا جنه یک دیگر بدن وقتی بدن جنی تا چما پاس کنه چاره ماشوار تفنگ دستین ولی زمینش فرش برتگن اون شرطی تفنگ هم وری چه ماشما و ماشوار راحتر کشن و منطقه گوشن چمی 5% بلوچستان گا کشتر پاده یرمکان ما باید کانتی چاره گا بری تو دوهلی بجن سازی بجن ناچی بکن ما گوینتی گدا چاره این محلی مردمشون چیزی نیستن و این محمد داشتگن شما یکم که وره گیدن چره گیدنش دیگه چیزیشان نیستن زمینش میشه برتا دریاش میشه برتا میدمشو گندگی آپا بلوچستان گا اصفهان برام چابار مینه دیانته
جاس که مردمی ندین، مینا مردمی ندین، سراوانگی ندین، ایران شهرگی ندین، زاهدانگی ندین، زابل مردمی ندین، برانتی اصفهان همین در گوشت هر گوشم بوده برانتی چه $2 گیشتر کپیته. یعنی این چو آب پرچه که آب فشاری باز بیتن تا اصفهان برسید. این لوله کشی درو خرجانی درو سلامت به مار ممکن هاتیشون $5 کپیته اصلی مردم نزن ایران باره تا بچر چند داده شما مشوار دوست بیتن تا چند از اصفهان مردمش دوست بنده ادانت باشه بلوچ باید یک دیگر دوست بداره و یک دیگر جانا یک دیگر جان بزانه و یک دیگر ما کشه یک دیگر ما تا وقتی یکی مات بزانه و همین دوا جنینا یعنی وقتی گوار بزانه و ان گواران شوکا هم همین دوا وقتی گوار شوک بزانه یک دیگر رو حمایت بکنه بجای کشه یک دیگه. سلامت.